جهان در جهان نما، روزهای شنبه با حافظی محمد علی. سلام و وقت بخیر. برنامه نوبتی جهان در جهان نماست منظور شما. موضوع نوبتی است در مورد تروریسم و افراطگرایی و تا رفت اوج گرفتن خشونت و خطرهای جهانی معاصر از قبیل تروریسم بین المللی و اکستریمیسم در کشورهای منطقه و جهان. مهمان ما هستند در برنامه سابق سفیر افغانستان در کانادا، همزمان پژوهشگر و استاد دانشگاه لورنشن کانادا، استاد داوود قیومی. حضور شما را در برنامه خیر مقدم میگوییم و جهانی سپاس برای اون که فرصت دست یافت تا شما در این برنامه حضور داشته باشید و با ما روی این موضوع مهم و موضوع داغ صحبت داشته باشید. سلام خدمت شما و همه بیننده های گرامی تاجیکستان. سلام عرض میکنم. مسلم است که سالهای آخر خوف خطرهای جهانی معاصر از قبیل تروریسم بین المللی، اکستریمیسم، افراطگرایی و گردش غیرقانونی مواد مخدر در جهان تا رفت زیاد می گردد و سالهای آخر خرف فرامرزی و دیگر تهدیدهای امنیتی به طور فزاینده در حال پیچیده تر می شود و مشکلات را با سرعت حیرت آور و سنگین تر می سازد. به اندیشه شما همچون پژوهشگر راه حل پیروزی در مقابل تروریسم را در چی می‌بینید؟ چی باید کرد تا از پنجشوی دامنه تروریسم در سطح منطقه و جهان جلوگیری کرد؟ بحث مبارزه با تروریسم، بحث مبارزه با افراطگرایی یک مسئله چند بودی است. باید در لایه‌های مختلفی چگونه مبارزه در برابر تروریسم و ریشه‌گر کردن این پدیده را مورد بررسی قرار بدهیم. البته کشورهای منطقه به ویژه افغانستان که در سالهای متمادی قربانی اصلی تروریسم بوده و جانب دیگر گروه های افراطی از سایر کشورهای مختلف بخصوص از کشورهای آسیای مرکزی هم تعدادشان در افغانستان حضور دارند، در تلاش هستند که البته افراطگرایی را صدور بکنند از افغانستان به کشورهای مختلف. راه حل مبارزه با تروریسم در واقع یک تغییر در افغانستان هست، شکلگیری یک حکومت مردمی هست، راه حل پیدا کردن یک راه حل سیاسی هست که در نتیجه تلاش های کشورهای منطقه مشکلی که فعلا در افغانستان وجود داره به این مشکل پایان بخشیده شود، یک راه حل به وجود بیاید. در واقع بحث در برابر افراطگرایی مبارزه صورت بگیره. به برداشت ما وقتی که یک تغییر مثبت در افغانستان به وجود بیاید، مخصوصا در سطح دولت، مسئله‌ای که بسیار مهم است تلاش ها و همکاری های کشورهای منطقه است. از تاجیکستان شروع به عنوان یک کشوری که در واقع نقش بسیار سازنده را در همکاری با کشورهای منطقه دارد، در همکاری با ایران، در همکاری با چین، در همکاری با سایر کشورهای آسیای مرکزی و دیگر کشورهای آسیای مرکزی. در واقع اینا با هم تلاش بکنن، همکاری های مشترک داشته باشند و در برابر افراطگرایی مبارزه بکنن و جانب دیگر اندیشه میانه روی و اعتدال تقویه بکنن. اینا میتونه که در حقیقت اثر بگذاره و با گذشت زمان افراطگرایی را محدود بسازه. نقش تاجیکستان رو در حل مشکلات گلوبالی از جمله مبارزه علیه تروریسم بین المللی و دیگر خطرهای جهانی معاصر چگونه معنی داد میکنید؟ خب اول تاجیکستان به برداشت من در سالهای اخیر پیشرفت‌های زیادی در بخش‌های مختلف داشته. تاجیکستان بستگی به همکاری‌های منطقه‌ای داره. در قدم نخست تاجیکستان باید تلاش بکنه
در روابطی که با کشورهای منطقه داره، با ازبکستان، با ایران، تاجیکستان باید به عنوان یک کشور مؤثر در تلاش باشه که چگونه میتواند در پایان بخشیدن به منازعه افغانستان نقش آفرینی بکنه در همکاری با کشورهای منطقه چین و روسیه و ایران. برداشت من از در صورتی که یک تغییر مثبتی در افغانستان رخ بده، خب بدون شک این تحول میتونه که گامای مثبتی باشه در مبارزه علیه افراطگرایی. و جانب دیگر تاجیکستان با همکاری‌ها و تماسایی که با سایر کشورها داره میتواند که بحث تروریسم و افراطگرایی را موضوعش بسیار از جهات مختلفی بحث بکنه و در تلاش باشه که آسیای مرکزی در حقیقت در آینده بستری باشه به همکاری‌های فرهنگی، بستری باشه به همکاری‌های اقتصادی، نه فعالیت به گروه‌های افراطی. به صورت کلی تاجیکستان به دلیل ثبات و امنیتی را که داره و در سالهای اخیر پیشرفت‌هایی را که داشته، به برداشت ما در همکاری با سایر کشورها توانایی داره که نقش مثبت را در تحولات منطقه ایفا بکنه. پرزیدنت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که سال گذشته از منبر بلند سازمان ملل متحد اعلان داشتند که 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده در سراسر جهان اعلان کرده شود. می‌خواستم شما مختصراً در این باره میگفتید، یعنی تا کجا میتواند این تشبث پیشوای تاجیکان جهان محترم امامعلی رحمان در هر چیز زودتر خاتمه دادن جنگ در کل سیاره زمین نقش کلیدی داشته باشد؟ خب در مجموع کشورهایی که در صلح، در امنیت، در سازندگی، در پیشرفت الگو هستند، موفق شدند که در واقع ثبات و امنیت، پیشرفت ایجاد بکنند، می توانند که در بحث صلح‌سازی، در بحثی که چگونه به مشکلاتی که در سایر کشورها وجود داره، به ویژه در کشورهای منطقه، به اون مشکلات به شکل اساسی مورد توجه قرار بدن و راه حل ایجاد بکنن، میتونن مؤثر باشن. تاجیکستان فعلا یک کشوری است که در واقع یک دوره تاجیکستان هم جنگ داخلی تجربه کرده و تاجیکستان موفق شده که از جنگ داخلی بیرون شود، مشکلات حل بسازه و در این سالها پیشرفت‌های مثبتی داشته. بنابراین خود تجربه موفق تاجیکستان از یک طرف میتواند یک درسی باشه به کشورهای منطقه، مخصوصا به افغانستان، که چگونه تاجیکستان توانست در قالب دیالوگ، در قالب گفتگو، در قالب مذاکره با گروه‌های مخالفش مشکل حل بکنه و صلح به وجود بیاره. باید از مدل تاجیکستان افغانستان هم استفاده بکنه. منازعه یک چیز طبیعی است، در سایر کشورها وجود داره، اما باید در ارتباط به حلی صحبت شود، در ارتباط به این که چگونه مشکل حل شود و صلح به وجود بیاره، روی باید کشورها تمرکز بکنن. خب برداشت من است که تاجیکستان هم در منطقه از جمله در مورد افغانستان به عنوانی که در سایر اگه تاجیکستان از صلح، از پیشرفت، از توسعه آموخته، مخصوصا مشکلات داخلی را تاجیکستان موفق شده حل بکنه، باید با افغانستان شریک بسازه، با رهبرهای سیاسی، با گروه های مختلف و نقش میانجی را در حل منازعه بین طالبا و گروه های دیگر ایفا بکنه در همکاری با چین و ایران. و جانب دیگر بله، تاجیکستان در سایر کشورهایی که مشکلاتی در مخصوصا رنج از افراطگرایی و خشونت و تروریسم میبرند، میتواند که در همکاری با سازمان ملل متحد و نهادهای حامی صلح در نظام بین الملل به عنوان یک عضو فعال مؤثر باشد. تروریسم رو نمیشود به یک کشور ربط داد، چون که تروریسم چون گفتیم دولت و ملت ندارد، ولی هستند گروه هایی که تروریسم رو به دین اسلام ربط میدن. شما بگویید که آیا
دین اسلام در مورد تروریسم و قتل و خشونت چی میگوید؟ دین اسلام دین صلح است، دین همدلی است، دین تعامل است، دین سازندگی است. صلح میتواند که در واقع بنیاد پیشرفت و توسعه را ایجاد بکند. صلح به شما خیر است. بنابراین اسلام به صورت کلی مخالف تروریسم است. اسلام به صورت کلی افراطگرایی را نفی میکنه. بنابراین دین اسلام دین صلح است و پیامش پیام دوستی است. پیام اسلام پیامی است که در بین سایر ملل تعامل سازنده و گفتگو و همکاری وجود داشته باشد. در جایی هم که اگر مشکلی ایجاد میشه، دین اسلام در واقع به صورت اساسی پیامش صلح است. این که یک تعداد از گروه های افراطی نسبتی که به اسلام دارن، مشکلشان طرز دیدشان است. تفسیر درست از اسلام ندارن، فهم درست از اسلام ندارن. بنابراین اینا در واقع وقتی که توسل به خشونت میکنن، معناش نیست که اینها نماینده اسلام هستند. حرکت اینها، اعمال اینها در تناقض به اسلام است. و جانب دیگر یک بحث سیاسی هم در بین برخی از کشورها، برخی گروه های دیگر افراطی که مشکل اساسی با اسلام دارند، یک تعداد تفسیرهای غلط سیاسی میکنن و تروریسم به اسلام ارتباط میتن که بیشتر به برداشت ما یک نوع تبلیغات سیاسی در برابر ارزش های اسلامی است. گروه های افراطگرا و تروریست با هر راه و واسطه میخواهند مفکوره جوانان، خصوصا جوانان ما رو، یعنی که بدوزن، مغزشویی کنن، آنها رو به دام فریب خود اندازن و برای عملی نمودن نقشه های ناپاک خود از راه و اصول های نو معاصر از جمله واسطه های اینترنت میخوان که توسط آنها جوانان رو مغزشویی کنن. شما در این مورد چی نظر دارید؟ تشکر. ببینین، طبیعتا گروه های افراطی تلاش میکنن که با تبلیغات از مسیرهای مختلف، از طریق مخصوصا ابزارهای بسیار پیشرفته که در اختیارشان است، از طریق شبکه‌های اجتماعی، افراد مخاطب قرار بدن، جوانانی که شناخت درست از مسائل اسلامی ندارن، با اینا پیام بفرستن و اینا را جذب کنن. یک چیزی عمومی است تمام کشورها. اما باید راه های بدیل کشورها و حکومتها در نظر بگیرن. راه بدیلی است که وقتی افراطگرایی یک راه حل نیست، چه افراطگرایی اسلامی و چه افراطگرایی هر مذهبی که وجود داره، باید کشورها بدیلش بیشتر تقویه بکنه. بدیل افراطگرایی در واقع تعادل است، میانروی است. میانروی معناش است که شما هم باید ارزش‌های دینیتان باور داشته باشین و هم بر ارزش‌های جهانی پیشرفته و معاصر باور داشته باشین. هم به دین کار بکنین، هم به دنیا کار بکنین. و از سوی دیگر راه تقویه میانروی است که از چهره‌های مذهبی میانرو حکومت باید تقویه بکنه. مخصوصا تاجیکستان گروه های میانروی را که در واقع باور به دموکراسی، باور به حقوق زن، باور به ارزش های دنیای معاصر داره، از این گروه ها، از این مجموعه حمایت بکنه. اینا میتونن که در برابر گروه های افراطگرایی یک بدیل باشن. با جوانا باید تعاملات بیشتر داشته باشن که جوانا باید شناختشان بیشتر شود. و از طرف دیگر چیزی که بسیار مهم است به تاجیکستان که همانطوری که اشاره کردین به عنوان یک کشوری که صلح و امنیتش در منطقه بدون شک زبانزد عام و خاص است، مسئله بسیار مهمی است که تاجیکستان باید برنامه‌های دراز مدت به خاطر جلوگیری از افراطگرایی روی دست داشته باشه. چیزی که خیلی تعیین کننده است برگزاری کنفرانس هاست، کنفرانس های به خاطر شناخت افراطگرایی و در واقع ارزیابی و شناخت ریشه های افراطگرایی در منطقه، مخصوصا در آسیای مرکزی، حمایت از گروه های معتدل اسلامی و از طرف دیگر تبادل نظر بین چهره ها و شخصیت های اکادمیک تاجیکستان با شخصیت هایی که مخصوصا با چهره های اکادمیک در سایر کشورهای غرب
راجع به شناخت تروریسم، راجع به شناخت افراطگرایی اونا اثر دارن، کتاب نوشته کردن. هر چقدر تاجیکستان با این کشورها تعامل بیشتر داشته باشه، کنفرانس های مختلف به مناسبت های مختلف در ارتباط به شناخت افراطگرایی، مبارزه با افراطگرایی، با تروریسم برگزار بکنه، میتواند تاجیکستان را کمک بکنه و میتواند تاجیکستان با یک دیپلماسی پیشگیرانه در واقع فعالیت های بعدی که قرار باشه گروه افراطی در تاجیکستان انجام بدن خنثی بسازه از قبل. به صورت کلی تاجیکستان با همکاری های بیشتر با کشورهای منطقه و سایر کشورها، مخصوصا در مبارزه علیه افراطگرایی، باید برنامه‌های کوتاه مدت و دراز مدت داشته باشه. و از طرف دیگر مسئله بسیار تعیین کننده ای است که با جوانان، مخصوصا با کسانی که در دانشگاه ها و در مدارس و در بخش های مختلف فعال هستند، دولت باید با اینا در واقع از طریق ورکشاپ ها، سمینارها، برنامه های داشته باشه به شناخت گروه افراطی. و از طرف دیگر قبلا هم اشاره کردم از چهره های متخصص و کسایی که هم اسلام شناخت دارن و هم در واقع دید مثبتی نسبت به جهان معاصر دارن، با اینا باید پیوندی بیشتر داشته باشه و اینا باید جوانا را مخاطب قرار بدن و نگذارن که قربانی گروه های افراطی شوند. تشکر زیاد. در واقع برای یک مصاحبه خوب، برای مستقیما پیوست شدن در برنامه جهان در جهانما و تحلیل چنین یک موضوع واقعا هم داغی روز، به شما استاد عزیز جهانی سپاس میگوییم. ما هم به تمام مردم تاجیکستان و همزبانان در سایر کشورهای منطقه و آسیا مرکزی سلام تقدیم میکنم. با مردم افغانستان هم سلام تقدیم میکنم. امیدوار هستم که در آینده مردمان ما تاجیکستان، افغانستان و کشورهای منطقه در سایه صلح، امنیت، برادری و تعامل مثبت زندگی بکنیم و تلاش بکنیم که در حقیقت از طریق همکاری بیشتر صلح و امنیتی همیشگی را به وجود بیاریم. بسیار تشکر. تشکر زیاد. بینندگان گرامی، در برنامه ما بودن دیپلمات سابق افغانستان در کانادا، همزمان پژوهشگر و استاد دانشگاه لورنشان کانادا داود قیومی. برنامه های دیگر ما ادامه دارد. شب و روزتان خوش.